بچه خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. مپ کره مریخ با صاحب چنل ماین گیمز، پارت 4 این ویدیو. لطفا قبل از اینکه بریم برای شروع ویدیوهای چنلمون سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. پارت 3 قرار بود بسازیم. اگه پارت های قبلی رو ندیدید برید حتما ببینید. قبل از شروع لایک و سابسکرایب کنید. بریم برای شروع ویدیو. بریم برای شروع. الان ما میخوایم بریم به دروازه دراگون، اما نمیتونیم و شمشیرم نداریم و خیلی سخته رفتن به اونجا و امکان خیلی کمی داره که بتونیم دراگون رو بکشیم و به خاطر همین فکر نکنم بریم. حالا بریم امتحانی بریم ببینیم چی میشه. بچه میخوایم امتحانی بریم با ماین. بمیریم دیگه تمامه، دیگه نمیریم و میریم که ماین یوتیوب ویدیو ما رو لایک کنید و اگه مپ خیلی خوبتری از این سراغ دارید زیر تو کامنت ها بگید که ما براتون بازی کنیم. اشتباه رفتی ماین یوتیوب، اتاق اشتباه رفتی. این سگ رو، این توتیه رو میخوایم با خودمون ببریم. بریم داخل. میخوام با کلنگ بزنمش. یا خدا، کجا هم اومدیم؟ الان من سنگ ندارم چجوری؟ این سگا توتی هم اومدن. کجا میری؟ خوبیش اینه که اینجا جاذبه وجود داره هنوزم و میتونیم بپریم اونجا. جاذبه وجود داره؟ کمک! من گاه خوردم. یعنی جاذبه وجود نداره. اشتباه گفتم. یعنی چی وجود نداره؟ بابا باید وجود داشت. بیاید منو بکشید. بابا من گاه خوردم. دراگون رو مشاهده میکنید و اندرمن‌های خیلی زیاد. اندرمن‌ها خیلی زیاد. من رفتم. من میخوام دوباره برگردم. غلط کرد. نمیرم. اشکال نداره. این بارم من میرم. خیلی کیف دادی با هم بریم. خدا. کیف داد خداییش. خیلی بد که وسایلامون اونجا. یه کلنگ بود. چیزی نبود. ما خیلی واسه اون کلنگ سختی کشیدیم تا درستش کنیم و اگه اون نباشه بعد وقتیم. اشتباه رفتیم. من اشتباه رفتم اون بار ماین یوتیوب اشتباه رفت، این بار من از همین بالا پریدم تو. من پریدم. بابا چرا اینجا جاذبه وجود نداره؟ چی جاذبه وجود داره؟ تو جهنم هم وجود نداشت، اینجا وجود داره. وای. بابا من چرا نمیتونم بپرم؟ این چی شانس بدیه؟ سنگم ندارم. باره بعد برم سنگ میارم به خودم. بیا منو بکش. منو بکش. چرا میزنیش؟ دراگونه اومد و بله دراگون هم میزنتمون. مردی؟ وایسا من یه ذره با خودم خاک دارم. این نقطه خاک اینا نه، از اینا نمیخوام. حداقل شن میبرم با خودم. اگه خدای نکرده دوباره بیفتم با این شن رو برمیگردم. بله دراگونه اومده که بزنتمون و کشتمون. شن میخوای چیکار؟ خب وقتی افتادم پایین برگردم بالا. با چه دردی میخوره شن؟ منم 2 تا برداشتم که اگه منم افتادم پایین بیام بالا. 2 تا؟ با 2 تا فکر کردی میتونی برگردی بالا؟ من اصلا پایین نمیافتم. اگه بیفتی هم با 2 تا نمیتونی برگردی. اگه اینکه بذاری بکشنی. و بله من دوباره پایین نیفتادم و تونستم به این ور بیام. دراگونه زد منه. خدا رو شکر من کار ندارم. فقط دنبال وسایل میگردم. گاه خوردم. وای من نزنیدیم. با خودم وسایل آوردم که برگردم بالا. واقعا نمیدونیم چطوری دراگون رو بکشیم و کار خیلی سختی از نظر من. خیلی دمیجش بالاست.
موقع ضربه زدن. وسایلامو گم کردم. اصلا نه نمیدونم بابا کجا این مردم. شنه. من چه عادت کردم به مپ بدوار زدم، مثل بدوار زمان میکنم. و تو چقدر وسایل میاری با خودت؟ کلانگم معلوم نیست کدوم اندرمن برده. اونجاست پیداش کردم. بالاخره خوشبختانه من اومدم بالا اینجا برای اولین بار. خب الان ما میخوایم اینا چطوری بکشیم؟ و من اینجا پناه بردم. کجای منم بیام؟ این بنفشو چی هن؟ اندرمن اومد. باز اینا چیه؟ فقط این بنفشو میتونیم چی هن؟ بکشیش. نمیتونی بکشیش. باید بریم اونا رو بتره کنیم که کار غیر ممکنیه. میتونی با شن بریم بالا. شن بیار با خودت. تو میتونی شن بیار. من دارم برمیگردم. باشه باید اینجا واقعا میتونیم کد بزنیم ولی نمیزنیم و میخوایم بازی جوون مردانه باشه. تا میتونیم شن میبریم با خودمون که بریم بالا اونا رو بتره کنیم و تمام اینجا رو صاف میکنیم. نه بغل خونه رو نکن. اونجا نه. بیا پایین. ماین یوتیوب. اونجا رو کمی نکن. زیاده. اینجا اضافه بابا است. بیا پایین. این بغل همونی شد چونی بیشتری هم باشه. بازم میگم اگه تا حالا دکمه سابو نزدی همین الان دکمه سابو بزن شما داریم زحمت و میکشیم. لایکو بزن ما چون داریم زحمت میکشیم و شما یه لایک هم نمیزنید. واقعا که واقعا به اونایی که لایک رو نزدن جای واقعا تأسف داره. خیلی ما داریم اینجا خودمون رو پشتن میدیم و اونا یه دکمه حساب رو نمیزنن. ارزش یه سابو نداریم ما. واقعا دنیا چقدر بد شده. مجبوریم شن زیر این گاف صندوقه رو بذاریم. اینجا رو دیگه چرا میخوایم اینجا رو بکنیم؟ من فعلا 43 تایی شن دارم. چند تا داری؟ 64. 62 تا. فکر نکنم اصلا به اندازه یکی از اون بمب‌های بالای برج برسه. دقیقاً. زیاد بلنده. 64 تایی ببریم با خودمون. واقعا تا جایی که میتونیم میخوایم این ویدیو جوون مردانه پیش بره. میتونستیم کدم بزنیم ولی نزدیم که خواستیم سختی رو تحمل کنیم که ما همیشه این کار رو کردیم. شما سادی رفتی. سرجم 75 تا شن دارم. شنهای اینجا هم که تو کاشتی برمیدارم. اونجا رو بردا برو پایین بیم. حداقل یکیشونو برمیدارم. وای بارون. آخه بارون چرا باید تو کره مریخ بیاد؟ اینجا هوا صافه. خب اونجا هم بارون بیاد. تا جایی میتونم نزنید بابا. من گوه خوردم اصلا اومدم این طرف. فقط میتونیم بالا بریم که من غلط کردم. ببخشید. من این بالا رسیدم وایسا من بیام. ولی میترسم بمب رو بزنم. بابا واقعا که ترسیدم داره. میفتیم پایین. واقعا از این ارتفاع ارزششو نداره. دوباره بیایم بالا. لطفاً صابو بزنید بچه‌ها تا الان نزدید. لطفاً. بله اینجا من یه تا شن میکنم که من چیزیم نشد و میله ها رو هم برداشتم. یه شن هم اینجاست. نه من چرا نمیتونم بپرم؟ نه تا اون پایین باید شن ها رو بکنیم. من یکیشون رو نابود کردم اون بمبا. بچه ها شاید به پارت 5 برسه این ویدیو. آره چون خیلی سخته کشتن دراگون.
صداش تا اینجا میاد. پارت 5 هم بعداً واسهتون میذاریم. حمایت کنین که ما انرژی بگیریم و ویدیوهای بیشتری ترکوندی؟ درست کنیم. خودش معلومه. فقط وسایلم اینجاست، همشون سالمن. یا خدا این چند تا سنگ میخواد؟ تا جایی که میتونم فقط باید بلی؟ برم بالا. میخواد بله. واقعا بابا منو نزن. کندن میله های اینجا. من میرم بازم شن میکنم. ای خدا این بارون که مگه میذاره آدم شن بکره؟ این موجودات خبیث بکنه. گفتم شاید اشتباه گفتم. واقعا به ماین گیمز داره سختی زیادی میشه. در حق اون ظلم شده. من اینجا در حال خوشگذرونی، اون اونجا در حال سختی. واقعا درکش میکنم. اینا رو گفتم که یکم قشنگتر به نظر بیام. دروغ گفتم. من کارم از اون سختره. اندرمن هم هی میزنن. اینجا بمیرم که وسایلم بیاد. بله وایسا با هم بریم. من اومدم تو 12 اندم. تازه میخوای بیای؟ اشتباه یکم مونده بود به پایین برم. اون شنا مال منه. مال منه. بابا منو نزن. بابا دو ضربه میزنه آدم میمیره. این سگ اینجا چی میگه؟ این سگ خیلی وقت نه. برو پایین. اینجا جای تو نیست. تو چه؟ الان خیلی دلم میخواد یک کلمه یه بگم ولی دوست ندارم. یه ذره خوشایند نیست. دوباره باید بالا بریم و بمب رو بترکونیم که دراگونه جون نگیره. من اینقدر کمترش هم کردیم. بابا نیا سمت من. میرم از اون ور شروع میکنم. چه مسخره بازیه. خب بچه ها این پارت تا اینجا دیگه بسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا پارت بعدی خدا یار نگهدارتون.